شعبه وزارت کارهای داخله در نوع یوم با عریضه جوان 21 ساله ساکن شهر وحدت مراجعت نموده است که شب 22 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه هنگام در زمین‌های چراگاه حدود نوع یوون نزدیکی دهه قیمت مشغول نگاهبینی چاروای کلان شاخدار بودنش شخص نامعلوم به نزدش آمده با بهانه انجام دادن زنگ تلفنی از او تلفن موبیلش تمغه سامسونگ A10 را گرفته با مقصد تصرف او را به داخل چقوری تله داده تلفن موبیلی ذکر شده را آشکارا تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 1200 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 35 ساله ساکن امین ناحیه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. یکم اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 18:30 دقیقه راننده موتورسیکل گلمحمدوف جمشید اقنظرویچ سال تولدش 1965 ساکن نویه حمدانی هنگام حرکت از سمت نویه واسه به سمت نویه فرخار در درآمدگاه جماعت دیهات دهقان‌آباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به اتومبیل تمغه نیسان پترول تحت اداره راننده رحمتوف خال همراقلویچ سال تولدش 1964 ساکن نویه رودکی برخورده است. در نتیجه راننده موتورسیکل گلمحمدوف جراحات گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه دنغره با عریضه مرد 29 ساله ساکن نویه ذکر شده مراجعت نموده است که شب دوم به 3 اکتبر سال 2021 تخمین ساعت 0:03 دقیقه شخص نامعلوم از نزد مرکز دلخوشی واقع در دهه کارز همین نویه اتومبیل شخصیش تمغه خونده سالیارس را که ارزشش 90,000 سامانی را تشکیل می‌دهد غیر قانونی ای کرده برده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن نویه حمدانی که پیش با ماده‌های 252 قسم 3 244 قسم 2 و 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان غیر قانونی های کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.